سلام بچه ها، 2,490,000 تومان من رایگان به دست آوردم. اول میخوام ببینم به این 2,490,000 تومان به کارت بانکی من واریز میشه. اگر واریز شد نحوه در واقع به دست آوردنش رو بهتون میگم. خب این مقداری که به من داده شده به صورت رایگان هست، به صورت بیت کوینه. اول میام از قسمت معامله اینجا میام چیکار میکنم، بذارید باز کنه. از قسمت تبدیل سریع میام چیکارش میکنم و اینجا روی تبدیل کل دارایی میزنم، این بیت کوین رو، این قسمت رو تیک میزنم و از اینجا میخوام تبدیلش کنم به تومان. اینو روشن میکنم، این هم که تیکش رو زدم دوباره مجدد میزنم، تبدیل به تومان رو میزنم. الان تمامش تبدیل شد به تومان. حالا میخوام برداشتش کنم، میام دوباره روی دارایی کلیک میکنم و از قسمت برداشتی که اینجا هست، اینجا شماره کارتی که بهش دادم رو میدم و مبلغ رو میزنم حد اکثر و الان درخواست برداشت رو میزنم. در این مرحله این کدهایی که خواسته رو میزنم، من کدها رو وارد میکنم و درخواست برداشت گفت با موفقیت انجام شد. اینجا پیامش اومد. 17 و 15 دقیقه است و آخرین پیام هم مال در واقع 11 و 35 دقیقه بوده. هنوز مبلغ به حسابم واریز نشده. به محض اینکه مبلغ به حسابم واریز شه اینجا الان بهتون میگم. خب دوستان، همینجور که میبینید ساعت 18 و 49 دقیقه به هم واریز کرد. البته من ویدیو رو دارم ادامه ضبط میکنم و یه 2 ساعتی طول کشید. خدمت شما عرض کنم که شما نگاه کنید فقط با ثبت نام و احراز هویت میتونید بیت کوین بگیرید و طبق روشی که گفتم در واقع بیاید تبدیلش کنید به تومان و با رفرال گیری هم میتونید در واقع مقدار رو بیشتر کنید. مرسی که تا پایان با ما همراه بودید. خدا نگهدار.